انسان همیش در طی همه سالیان عمرش خوشحال و خرسند بوده باشد، زیرا مسائل غم‌انگیز و دلانگیز امری طبیعی است، مگر در طول تاریخ از آدم تا خاتم شخصیت‌های آفرین در برابر مصیبت نعمت بزرگ الهی است. دائم هیچگاه در برابر دسیسه‌ها، توطئه‌ها و دروغ‌ها ابرو خم نکردند، با قامت استوار مسیر را تا پای جان پیموده‌اند. موضوعی را که امروز خدمتتان عرض می‌کنم و شریک می‌سازم است: از قانون ساخته بشر تا قانون خداوند متعال، یا به تعبیر دیگر تفاوت در میان دو قانون. البته خدمتتان عرض می‌کنم که با گذشت مشکلات چند صد ساله و جهان اسلام در